علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. برادری سوال دادین که آیا زن را زدن جایز هست و در قرآن آمده است که زنها را بزنید. این آیت را چگونه ما بفهمیم؟ گفته سوال مطرح کردم. اول برادری عزیز، این که شریعت زدن زن را با احادیث های گوناگون معنی میکند. نظر کنید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لیس من خیارکم من یضرب زوجته او کما قال، یعنی بهترین شما آنی نیست که همسرش را لطکوب میکند و میزند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند بدترین شما همونی هست که زنش لطکوب میکند. حتی نظر کنید که در حدیثی که عبدالله ابن زمعه رضی الله عنه روایت میکند، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم. یکی شما بگذار زنی خود را لطکوب نکند بمانند که با جاریه ها و با غلام ها معامله میکردن و در بیگاه با اون مجامعه کند، یعنی همخوابگی کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند شما نزنید. خب اما اون آیتی که خداوند عز و جل در سوره نساء میگه استعذ بالله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، یعنی در این آیت الله گفتن واضربوهن. اینجا خداوند همون زنهایی که نافرمان برداری میکنند یا که خوفی هست که اطاعت شوهر نمیکنند، پس خداوند میگه آنها را اول موعظه کنید، یعنی آنها را سخنهای درست، سخنهای خوب و با حکمت اونها را موعظه کنید، اونها را دعوت کنید که این کارهوش را پرت آید، این ناحرمتیش را، یا اینکه اینی که نافرمان برداری میکند اینا را ترک کند. و وقتی که نشد بعد گفتن وهجروهن، و اونها را وهجروهن فی المضاجع، جاگاه های خود را جدا کنید. اینم یک نوع عقاب می شود برای زنها، یعنی جاگاه های خود را از اونها علاحیده کنید تا اینکه اونها بس کنند این کارشان. وقتی که اینم که کمک نکرد واضربوهن، بعدا گفتن اونها را بزنید. لیکن زدن چگونه که علما گفتن، چگونه که در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتگی از پیامبر صلی الله علیه و سلم که ضربا غیر مبرح، یک ضربه که درد نیابان. در تفسیر این آیت ها مفسرین کرام گفتن که ضربه زدن با مسواک، همین مسواک اگر زن را اگر هم در کتفش یک تا بزنی چقدر در میوه. مراد از اینجا ضربه غیر مبرح گفتن، زدنی که اونها درد را و درماندی را حس نکنن. خب مراد از زدن در اینجا اون زدن لطکوبی که ما شما میفهمیم و بعضی از مردهای ظالمی که این عمل را میکنن این را دلالت نمیکنه. برادری عزیز، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شارح آیات های قرآن است. در اونجا الله میگه واضربوهن، وقتی که موعظه اونها را کمک نکرد، وقتی که جایها را جدا کردی نکرد، بعدا اونها را بزنید. مراد از زدن را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ضرب او ضربا غیر مبرح. خب ضربه ای که آنها درد نیابند و درد را حس نکنند. حالا نظر بکنید که بالاخره در این آیت قرآن مراد از زدن سیاه کردن آنها نیو، زدنی که در دلهاشان طرز بیافته، نه اینکه در بدن پوست درد را حس کنند. یک سیاستی که حالا دست میبرداری که کودک میترسه گریه میکنه، حالا نازده اون کودک گریه میکنه، یعنی در جانش و در دلش یک وهم میغلطه. مراد از اون ضرب انامین هست برادری عزیز، نه اینکه
چنان من گفتم لط و کوب میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های زیاد توصیه کردن که زنها رو نزنید و لط و کوب نکنید. نظر کنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامان الله، یعنی از خدا بترسید درباره زنهاتون، به تحقیق شما اونها را همچو امانت گرفتین، یعنی امانت هستن اون زنها برای یکی از شما. و می خاطر برادر عزیز حضرت مادر من عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم هیچگاه نه همسراش را نه غلامهاش را لط نمی کردن و نمی زدن. و می خاطر امروز بعضی وقتی که میزنن زنها را و میگن ما تربیه میکنیم، آنها را سیاه و کبود میکنن، این بندگان نزد خدا بسیار یک عاصی و گناهکار میشوند. حتی نظر کنید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث 4 حق زن بالای مرد گفتن، 4 یا 5، یکی از همونها گفتن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه، هیچگاه سخنهای قبیح نزن و هیچگاه در چهره همسرت ضربه نزن. یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم تعلیم دادن برای ما که شما زنها را نزنید، زیرا بزدن فایده ندارد. زدنی که خواب چنان من ذکر کردم، اون زدن قطعی فایده نمی شود. از اون دا آداب و اخلاقش با آموز، با دعوت و با سخنهای نرم. همین هست برادر عزیز، اون آیت را شما درست بفهمین. الله نگهدارتون باد.